روزنامه گل با چاپ عکس بالا رفتن جام قهرمانی سوپرکاپ به دست بازیکنان تراکتور از تیتر جمع جام‌ها و کلکسیون کاپ‌های تراکتور کامل شد استفاده کرده. باشگاه تراکتور که در گذشته تنها 2 بار قهرمان جام حذفی شده بود، امسال تونست هم قهرمان لیگ برتر و هم سوپر جام بشه تا حالا همه جام‌های قهرمانی داخلی رو کسب کرده باشه و کلکسیون افتخاراتش کامل بشه. این روزنامه همچنین به استقبال جدال امشب سپاهان با الدحیل قطر در پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا رفته و تیتر زده دروازه بهشت. این دیدار ساعت 19:30 امشب در دوحه برگزار میشه. گل همچنین از قول نادر فریادشیران تیتر زده 12 مربی لیگ برتری با جادوگران ارتباط داشتند. مردم بدانید که پول شما را خرج خرافات میکنند. خبر ورزشی هم برای قهرمان سوپرجام از تیتر تراکتور روی ریل قهرمانی استفاده کرده. این روزنامه در کنایه به عملکرد ضعیف خط دفاع استقلال نوشت زور آدان به مدافعان استقلال نرسید. هرچقدر آدان دروازه‌بان جدید استقلال تلاش کرد و جلوی حملات تراکتور رو گرفت، مدافعان استقلال با عملکرد ویرانگرشون باعث شکست آبی‌ها در دقایق پایانی بازی با تراکتور شدند. فرهیختگان ورزشی تیتر زده رستگاری در 4 دقیقه. تراکتور با کامبک برابر استقلال فاتح نخستین جام فصل شد. این روزنامه همچنین تیترهایی هم در مورد باشگاه پرسپولیس داره و نوشته هاشمیان از سرلک راضی نیست. تغییر پست باکیچ. هاشمیان بازیکن مازاد تیمش رو انتخاب کرد. مهری رفتنی شد. روزنامه شوت شکست استقلال رو حاصل ترسش دونسته و تیتر زده سوپر جام و مدیرعامل پر. این روزنامه علاوه بر شکست استقلال و از دست رفتن جام قهرمانی به استعفای نظری جویباری از مدیرعاملی استقلال واکنش نشون داده. و روزنامه ابرار ورزشی هم تیتر نخستین سوپر جام تیتی ها رو روی جلد برده و نوشته کامبک در نقش جهان، افتتاحیه فصل دراماتیک شد.